دیدی اسمش میاد بلند میشی دست رو سرت میذاری. میدونی چرا؟ این کار رو امام رضا کرد. اسم حضرت که آمد بلند شد دست رو سر گذاشت. حضرت گفت آقا چرا این کار کردی؟ فرمود زمانی میرسد اونقدر پسرم قریب میشود. ببینید اونقدر قریب میشود هر کس هر جای عالم او رو به این اسم یاد کند، او هر جای عالم باشه برمیگرده نگاه میکنه این کی بود من رو یاد کرد وقتی همه فراموش کردن. بعد حضرت رضا فرمود ادب نگاهش اینه که شخص بلند شه دست رو سرش بذاره بگه اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. این ببخشید اینطوری حرف میزنم، این تلفن مستقیم امام زمانه. اسم قیام حضرت که میاد بلند میشه. امام رضا وعده داده فرموده هر جا باشه برمیگرده نگاهت میکنه، هر جا باشه. بعد میفهمد این کیه ما رو از یاد نبرده، در حالی که همه ما رو از یاد بردن.